آبی در آب می نشیند، افشره‌ای از رنگ در آب و بوم، همچون سپهری بی انتها. آبی میدان، آبی نقش جهان. آبی در آب می نشیند، دریای از مهر و خاطره، رودخانه ای آبی پر از لاجورد و ستاره. زردها در آب می نشینند، زیر فصلهای پاییز و لرزش شاخه‌ها. نارنجی در آب می نشیند و گلدانها بوی لطیف ترین واژه ها را می دهد. بوی پرندگان، بوی صبحدم. بوی آسمان، سبکبالی ریزش برف و بوی شهری کهن. دستها و چشمها و رنگهای دیروز و امروز کوچ نشینان، رنگین کمان کوه دشت، همچون فصلها و رؤیاها. بوی اصفهان، پریدن چون پرنده بر بالای گنبدها و منارها و از زیر طاق آسمان به کهن‌ترین بنا نگریستن. این گونه آبی و زرد و نارنجی را در آب می نشاند. پدرم در فصلها و رؤیاها میزیست، در عتیقه ها و عقیق و یش، در بلورها و قالیچه ها. تمبرهای پدرم، فولادهای پدرم، گیوه های پدرم. من در میان اشیا و خاطره های پدرم میگشتم.
نگاه میکردم. آن وقت بود که رنگها را دیدم، سبز و سیاه، زرد و سفید، همچون میوه‌ای زمستانی نارنجی را و مانند گیلاس‌های خرداد سرخ. در میان اشیاء پدرم غنی از خاطره و رویا، اندازه ها، حجم ها، بالا و پایین ها را آموختم و به پدر این گونه دل باختم. او به من نگاه کردن را آموخت. چه بسیار از پدر آموختم و چه بسیار از مدرسه لاجوردین، مدرسه سرشار از طرح بر روی دیوارها. علیه مدرسه من در زیر بازارچه رحیم خان. این بازارچه گوشه ای از اصفهان رنگی من بود که باید در آن حل می شدم و پدرم، او آموزگار فصل ها و رویاهای. بالاخره شجاعت به خرج دادم و نقاشی را شروع کردم. با اینکه از سیاه قلم شروع کردم، البته با اینکه پدرم علاقه‌مند بود من دکتر بشم یا حداقل برم در بازار و سیاق و دفتر و ریاضیات ایشون رو در دست بگیرم. معذالک من به نقاشی روی آوردم و اولین کاری را که شروع کردم از سیاه قلم صورت پدرم بود که در عین حال دین خود را به ایشون ادا کرده باشم. بالاخره عشق و علاقه به زیبایی مرا راهی هنرستان صنعتی جدید و تأسیس نمود. در این هنرستان 3 رشته بیشتر نبود: رشته مکانیک، درودگری و نقاشی. اما زیبایی های اصفهان، ابنیه تاریخی، مردم کوچه و بازار، بافت قدیم اصفهان، علی قاپو و مخصوصا مسجد جامع سبب شد که من رشته طبیعت سازی را انتخاب کنم و این رشته طبیعت سازی به اونجا رسید که من با کارهای اساتید بزرگ نقاشی آشنایی پیدا کنم و از آثار اونها استفاده مبرم را ببرم. مجموع اینها تابلویی شد از زندگی من. قیل و قال مدرسه شکلی دیگر گرفت. مدادهای رنگی من، آبرنگهایم و جوش و خروش من در ساختمانی که هنرستان نام داشت شکلی دیگر گرفت. می‌آموختم آنچه که در دنیای نقاشی بایستی می‌آموختم. به دنبال ستاره آسمان پیدا شد. به آسمان که رسیدم کهکشان‌های رنگ در کنارم بودند. در کهکشان‌ها رنگ نسیم، رنگ نفس و رنگ عطر را شناختم. آنها را کشیدم. هنوز با آنها زنده ام و هنوز به دنبال آنها در طبیعت اصفهان غوطه می‌خورم. پس از فراغت از دوره هنرجویی بر حسب پیشنهاد رئیس وقت هنرستان هنرهای زیبای اصفهان که خود یکی از هنرمندان بزرگ و مفاخر مملکت بود، به سمت هنرآموزی هنرستان هنرهای زیبا انتخاب شدم و به مدت 31 سال به تعلیم هنرجویان مشغول شدم و اون چه به هنرجویان یاد دادم خود چندین برابر اون را آموختم. نه از کتاب
بلکه از طبیعت زنده اصفهان، از زاینده رود، از ابنیه تاریخی، از لباسهای مختلف مردم کوچه و بازار، از آبی زاینده رود، از آبی و لاجورد ابنیه تاریخی، آبی آسمان و زرد و قرمز و آفتاب غروب اصفهان. وقتی که دیگر گلهایم را در گلدانها کشیدم، باز به هنرستان بازگشتم. 31 بهار سبز را درس دادم و 31 زمستان سفید را. به نقاشان جوانم لرزش علفها در نسیم را آموختم و بعدها میوه شیرین، آب زلال و پرواز پرندگان را. این گونه سفید موی شدم. در این سالها مناظر و مرایای اصفهان را روی تابلوهای خود نقاشی نمودم. شاید به این علت بود که خواستم هیچگاه اصفهان غروب نکنم. وقتی تنها هستم هنوز به فکر نقاشی های هستم که نکشیدم. میناها، ارغوانها، میخکها، پرندگان رنگین بال، درختان تناور. من هنوز اینها را بر بوم نیاوردم. هنوز گلی منتظر من است تا با رنگها و بومهایم به دیدارش بروم و بگویم تو را بر بوم می نشانم و بعد بگویم رنگهای من از تو، رنگهای تو از من. بله، به طوری که ملاحظه می‌کنید در این آبرنگ چند پرسپکتیو داره و از لحاظ طراحی تقریباً حائز اهمیت است. یعنی به این 180 درجه از بالا ارتفاع را با چشم در تابلو اومده و 180 درجه هم عرض. یعنی دوربین نمیتواند که در آن واحد 180 درجه ارتفاع و 180 درجه عرضا توی صحنه بیاره، مگر اینکه کسی قادر باشد با چشم در طراحی این عمل را انجام بده.